عروسی تموم شد. شب همه به سلامتی رفتن خونه. داماد صبح زود رفت در خونه پدرزن، زنگ زد و پدرزن اومد دم در گفت داماد جان سلام. داماد گفت سلام بی سلام، این زن بود به من دادی؟ پدرزن گفتش که پس مرد بود. گفت نخیر این بغل مردم خوابیده. گفت پس میخواستی بغل پدرش بخوابه؟ گفت آخه میخوام بگم که چجوری بگم این پرده نداشت. گفت نداشت که نداشت، عوضش رادیو داشت، ماشین داشت، مبل داشت. گفت عجب آدمیه این پدرزن. آقا جان این میخواستم بگم که باکره نبود. گفت آو تمام عصبانیت اینه که صبح زود آمدی، این ارسی مادرش هم نبود. توی کلانتری آذربایجان یه دوستی رفتید که رفیقش نشسته، گفتش محمد آقا چی اینجا نشستی؟ گفت والا صبح تالا من آمدم گواهینامه بگیرم، من معطل کردم. گفت آخه چرا معطل کردم؟ گفت که والا جناب سروان گفت بزن یک، بزن دو، بزن سه، ما زدیم. آقا گفت بزن چنار. اتفاقا آقا من دیدم یه چنار اونجا بود، بی چی کلوفتی قایم کوبیدم به چنار. بعد ساکت شد. رفیقش گفت آقا بعد چی شد؟ گفت والا جناب سروان که مرد، اما من نفهمیدم، قبول شدم، رفوزه شدم، هنوز جواب ندادم. توی اسپانیا میگن این هموطنانی که اونجا هستن منتظر ویزا بودن، خب بیزنس هم باز کرده بودن. یکی از ارامنه اونجا جیگردل قلبه‌ای باز کرده بود و یه جاهلی هم دائم مشتری هر روزش بود، میرفت 2 تا دنبالان درشت میخورد. یه روز این جاهله که میره دنبالان بخوره میبینی که 2 تا دنبالان کوچیک به این دادن. جاهله میگه که آن برسون ما رو نشناختی، این دنبالان چیه به این کوچیکی؟ گفت شناختم، من تقصیر ندارم، هر روز که به دنبالان بزرگ میدادم این استادیوم گاو بازی یارو ماتادور میزد گاو میکش، اما امروز اتفاق جدید افتاده، گاو زده گاو باز. بله میگن توی قزوین این جوک قدیمیه ولی میگم. گفت که توی قزوین داشتن توی سیاه زمستون یه گربه رو میشستن، یارو رسید گفت دادا جان این گربه رو میشوری سر زیاه زمستونی سرما میخورد سینه پله میکند. که برو بابا خداوند پالتو بیسته پس واسه چی دست اینا؟ پالتو بیسته دست که سرما نخورندیه. گفت حالا ببین. اتفاقا میره و بعد میگرده ببینه بله گربه اونجا دراز به دراز مرده. گفت نگفتم که سینه پله میکند میمیرد. یارو قزوینی میگه اشستن نمر که بابا چلندیمش مرد. بله یه ترکی اسکناس جعلی چاپ میکنه، میفته تو زندان. توی اتاق که میره یه نفر دیگر هم میبینه اونجا نشسته، همدیگر رو نگاه میکنن و ترکی میگه سلام علیکم، اسمونم میگه سلام علیکم. ترکی میگه شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت ما اسکناس جعلی چاپ کردیم 4 سال بعد ما رو گرفتن، شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت والا منم جعلی چاپ کردم 30 دقیقه بعد ما رو گرفتن انداختن زندان. گفت چطور شد شما رو 3 دقیقه بعد گرفتن؟ گفت آخه من اسکناس 7 تومانی چاپ کرده بودم. یه رشتی با دوستش داشته میرفته، دوستش هم ترک بوده، میگه که اینجا واسه من برم منزل یه سری بزنم و برگردم. میره تو میاد و قیافه عصبانی. دوستش میگه چی شد حسین آقا چرا عصبانی هستی؟ گفت چی دیگه بنده رفتم منزل دیدم مرتکه نرخار رو تخت خواب خوابیده. رفیقش میگه نداده بکشی؟ گفت مگه هر شب میشه تو رشت آدم کش. یه نفر داشت تو بازار نهار میخورد، نهارم کتلت داشت، سفرش باز کرده بود، داشت که میخورد دید که یکی از دوستانش که خیلی شیکموه داره میاد. دیده ای دادی بیداد اگه به این تعارف کنه کتلت ها همه از بین رفته. یه فکری میکنه و میگه که آقا یعقوب، میگه جونم، میگه کتلت یه شب مونده میخوری؟ میگه خواره. میگه بس برو فردا شب بیا. توی اصفهان پشت چراغ قرمز یه خانومی ایستاده بود، چراغ سبز میشد، زرد میشد، قرمز میشد، حرکت نمیکرد، دوباره قرمز میشد، سبز میشد، زرد میشد، حرکت. پاسبانه میبینی این خانم اصلا حرکت نمیکنه، میره میزنه به شیشه. خانم شیشه رو میکشه پایین و میگه خیلی معذرت میخوام خانم،
این رنگا پسندتون نشد، ما رنگی دیگه نداریم و معطل نشید. این جوانایی که اومدن توی کشورهای مختلف خب تحصیل کردن، درس خوندن، به سلامتی همشون برگشتن. یکی از اینا برگشته بود ایران، پدرش جشنی گرفته بود و وقتی که جشن گرفت پدرش گفت خب حالا چی برگشتی به سلامتی، اما نگفتی که چی گرفتی آمدی؟ پسرش گفت که والا من PhD گرفتم. پدر گفت چی PhD گرفتی؟ گفت PhD گرفتم. گفت والا حالا گرفتی به درک، اما من نفهمیدم تو فهمیدی که این لوازم یدکیش پیدا میشه؟ بله، یکی از خانمای پیرزنی سوار تاکسی میشه تو تهران، تاکسی هم از اون جاهلا میگه که پیرزنه میگه که بارو نه. جاهلا میگه که کجا نه؟ گفت چه میدونم دیگه، جنگل، بیابون، کوه. گفت اینا که آدرس نشد، آدرس بده. گفت آدرس چیه؟ پس چی میگن زناری میدوزن میبرم بیابون؟ شوفر میگه که نه اینا شایع است. گفت الهی مردشو ریختته ببرم، به ما که رچی شایعه شد. بچه میره مدرسه، دیر میرسه، ناظم با چوب تو راهرو ایستاده بود. بچه هر تا میبینه میاد جلو، میگه کجا بودی؟ میگه آقا پیرزنه پولش گم کرده بود، ما دیل کردیم. خب پولش گم کرده بود به تو چه مربوطه؟ گفت آقا پای ما دو پول بود، ما نمیتونستیم در ارتش کنفرانسی بود و همه داشتن میرفتن تو سالن و یکی از آقایون افسرها دیر میرسه دم در. یه سرباز ترک هم دم در ایستاده بود و از این سرباز میپرسه که کنفرانس در چه موردیه در سالن؟ این سرباز هم که در مورد رادیواکتیویته که کنفرانس بوده چیزی نمیدونسته، یه خود فکر میکنه، میگه والا جناب سرباز مثل این که تو این سالن به افسران اکتیو یه دونه رادیو میدن. بحث بود، دوستان با هم نشسته بودن. یکی از رشتی‌ها در مورد بارندگی بحث بود. رشتی میگه که والا در رشت ما 13 ماه بارندگی داریم. گفت بابا آخه تو هم دروغ میگی، دروغ حسابی. گفت همش سال 12 ماست، تو چه سال 13 ماه بارندگی داری؟ گفت والا 12 ماه بارندگی داریم، یه ما هم چکه میکنیم. هواپیمای ملی با عظمتش، با اون قشنگیش پرواز کرد. خلبان ایرانی، کمک خلبان ایرانی، مهماندار ایرانی، همه نشسته بودن به شادی پرواز کردن. خب کمک خلبان همه ایرانی شوخی داشتن با هم. خلبان بلند شد وقتی ارتفاع رو گرفت، گفت خب مسعود ارتفاع رو گرفتیم و به سلامتی من فرمون قفل کنم و برم بشاشم و بیام یک حسابی از این مهماندار برسم. اتفاقا صدا تو سالن پخش شد. این بیچاره مهماندار از ته سالن دوید که تو کابین بگه چه شوخی تو داری میکنی، پاش گرفت بغل یه پیرزن خورد زمین. یهو پیرزنه گفت نه عجله نکن، گفت اول میرم میشاشم.